اتوماتیک های دیجیتالی جدید، کلید اتوماتیک های مکانیکی قدیمی. شما ترجیح میدید کدومش رو استفاده بکنید؟ وقتی در مورد اتوماتیک صحبت میکنیم معمولا اسم اتوماتیک های دیجیتالی میاد و این نمونه اتوماتیک ها یه جورایی منسوخ شدن و دیگه استفاده آنچنانی ندارن. ولی باید قبول کنیم که این اتوماتیک هایی که جدیدن اومدن، یعنی شاید 10 سال اخیر اومدن، یه جایگزین خوبی واسه این اتوماتیک های مخزنی قدیمی شدن. چرا؟ مزیت ها و معایب هر دو اتوماتیک چی هستند؟ تو این 10 سال اخیر اتوماتیک های دیجیتالی خیلی خوب خودشون رو به جای اتوماتیک های مکانیکی قدیمی جا انداختن و یه جورایی دیگه این اتوماتیک ها رو منسوخ کردن. خب این سیر تحول 10 ساله هم فراز و نشیب‌های زیادی داشته، چون مثلا خیلی‌ها هنوز به اتوماتیک‌های مخزنی قدیمی اعتقاد داشتن و به دیجیتالی اعتقاد نداشتن. خیلی‌ها هم دیجیتالی رو امتحان کرده بودن و این نمونه مخزنی رو دیگه قبول نداشتن. ولی خب این مزایا و معایب اتوماتیک ها چی بوده که باعث شده این فراز و نشیب ها ایجاد بشه؟ از اتوماتیک دیجیتالی شروع میکنم چون مصرفش خیلی بالاتر از اتوماتیک های مخزنیه. البته امروزه اینجوری شده ولی خب مزایا معایب کمتری هم نسبت به خود اتوماتیک های مخزنی داره. معمولا اتوماتیک های دیجیتالی از یک برد الکترونیکی، کیت الکترونیکی داخل قسمت جلویی، یک سوپاپ، این قسمت سوپاپ و واسطه و نهایتاً یک دیافراگم داخل خود قسمت داخلی دیجیتال تشکیل شده. آب به این صورته که از قسمت پایین وارد میشه، سوپاپ رو تکون میده و از قسمت بالایی خارج میشه و به لاین ورودی خونه وارد میشه. کارش هم اینه که اگر شما شیر آب خونه رو بستید اتوماتیک پمپ رو خاموش بکنه و اگر شیر آب داخل خونه رو باز بکنید پمپ رو روشن بکنه. کلا اتوماتیک کارش اینه. مزایاش چیه؟ خیلی کوچیک‌تر شده. معمولا پمپ ها رو داخل خونه ها توی زیر پله و جاهای تنگ و حالا اینجور جاها میذارن که تو دسترس نباشه. این اتوماتیکا بهترین حالت ممکن رو دارن، خیلی کوچیک و جمع جورن و نسبت به این مخزنی‌ها که این همه عرض و ارتفاع هم دارن جاگیر نیستن. خیلی وسایل کمی داخلش هست. معمولا اگر قطعه خراب بشه سادگی دسترسی برای تعمیرش هست، به راحتی تعمیر میشه، قطعاتش کاملا موجوده و اینکه خودتون هم میتونید به راحتی تو خونه اون رو تعمیر کنید و نیاز به کسی هم نداشته باشه. حالا معایبش چیه؟ معمولا برای طبقات بالا، پنجم به بالا، نباید از این نمونه اتوماتیک ها استفاده کنید. البته نمونه هایی هم موجود هست که با فشار کم کار میکنن و میتونید از اونها استفاده کنید، ولی از نظر قیمتی قیمت خیلی بیشتری دارن. این اتوماتیک ها یکی از معایبش اینه که مثلا کوچکترین ذره قطره آبی یا مثلا نم بارون یا هر چیزی به قسمت جلوی کیت بخوره، کیتو میسوزونه و تقریبا نصف هزینه خود اتوماتیک هم هزینه کیتشه و شما اگه کیت خریداری بکنید مشکلات بعدی رو داره. باید تنظیم حساسیت انجام بدید، کیت بخوره به اتوماتیکتون یا نخوره. این موارد هم موجود هست. از معایب دیگهش اینه که مثلا یه ضربه کوچیک به خود اتوماتیک بخوره یا اینکه برق یکم بالا پایین بشه، قطع بشه، وصل بشه، باعث میشه که اتوماتیکتون بسوزه و همونجوری که گفتم نم آب بارون هم بهش بخوره یا اینکه آب روش بریزه هم باعث سوختنش میشه. چون پلاستیکی هستش به مرور زمان اگر جلوی آفتاب باشه پلاستیک خشک میشه و میشکنه. این معایب خود اتوماتیک های دیجیتالی هستش و فعلا که رو بورس و بیشتر استفاده میشه. میریم سراغ اتوماتیک های مخزنی. اتوماتیک های مخزنی خب مسلما از نظر قدرتی خیلی پرقدرت تر از اتوماتیک های دیجیتالی هستن. برای فشارهای خیلی پایین میتونید از اتوماتیک های مخزنی استفاده بکنید. برای طبقات بالا، ششم، هفتم، هشتم، اتوماتیک مخزنی باید استفاده بکنید.
اگر بخواید چندین واحد، مثلا 6 واحد، 7 واحد، 8 واحد رو با یه پمپ روشن بکنید، مثلا یه پمپ 2 اسب گرفتید، اگه بخواید همه با هم از یک پمپ استفاده بکنن، باید اتوماتیک مخزنی با بار بالا استفاده بکنن. معمولا اتوماتیک هایی هستن که سیاه رنگن، ترکی هستن و برای فشارهای بالا برای چندین واحد استفاده میشن و از این نمونه اتوماتیک نباید استفاده بکنید. معمولا اگر چیزی از این اتوماتیک خراب میشه، اون قطعه به راحتی عوض میشه و دیگه نیازی نیست که کلا اتوماتیک رو باز بکنید، تیکه تیکه بکنید. تیوب خراب میشه، تیوبش رو عوض میکنید. نمیدونم اگر کلید اتوماتیکش خراب میشه، کلید اتوماتیک تعویض میکنید، قطعه قطعه‌اش عوض میشه. ولی معایب خیلی زیادی هم دارن. چرا؟ چون معمولا خرابیشون هم زیادتره. شما معمولا تیوب، حالا بستگی به رسوبات آب و اون زنگ زدگی داخل خود مخزن داره، ولی خب اگر جایی باشید که مثلا خیلی رسوب آب هست، سنگ ریزه زیاد هست، تیوب داخلش معمولا هی پاره میشه. شما باید تیوب رو تعویض کنید. بعضی وقتا مخزن سوراخ میشه، مخزن رو باید تعویض کنید، باید برید باد بزنید، برگردونید. اینجور چیزا هم هست. ممکنه گیجش خراب بشه، شما باید گیج رو عوض کنید، یا اینکه پنجراهش بشکنه، شما پنجراه باید تعویض بکنید. کلید اتوماتیکش معمولا پلاتین ممکنه بچسبه به مرور زمان و با مصرف خیلی زیاد پلاتیناش میچسبه. اون موقع پلاتیناشو باید تعویض بکنید. این مشکلات اصلی خود اتوماتیک‌های دیجیتال بودن و دلیل منسوخ شدنشون هم دقیقاً همینه، چون خیلی خرابی داشتن. این باعث شد که دیگه مردم خسته بشن و به سمت اتوماتیک‌های دیجیتالی برن، ولی در کار از نظر قدرتی خیلی قوی‌تر از اتوماتیک‌های دیجیتالی هستن. البته از نظر قیمتی پایین‌ترن، میتونید بازم ارزون‌ترش بکنید. یعنی چی؟ مثلا شما میتونید به راحتی چند تا تیکه این رو جابجا بکنید و اتوماتیکشون در واقع اتوماتیکی داشته باشید که خیلی ارزون‌تر براتون میفته. به چه صورت؟ فرض بکنید که مخزنتون به مرور زمان سوراخ شده، پاره شده، یا اینکه تعویض مداوم تیوب شما رو اذیت کرده. در صورتی که همونجور که میتونم میگم، در صورتی که طبقه اول هستید یا اینکه طبقه همکف هستید، میتونید این یه همچین لوله ای رو جایگزین مخزن بکنید. مسلما مخزن قیمتش تو بازار نزدیک 400,000 تومانه. یه تیکه لوله قد بخواید بخرید زیر 100,000 تومانه. شما این دقیقا این تیکه لوله رو اینجا بذارید، این باعث میشه که آب تا یه حدی داخل این لوله بیاد، مثلا تا آب تا این ارتفاع بالا میاد و اینجا هوا قرار میگیره و این هوا باعث میشه که اتوماتیکتون به درستی کار بکنه. البته عرض کردم فقط طبقه همکف یا نهایتا طبقه اول میتونن از این حالت استفاده بکنن. ممکنه گیجتون حالا توش آب بره، سوراخ بشه، بشکنه شیشه‌اش، یا هر اتفاقی بیفته، شما این گیج رو در میارید و میتونید از این پلاک های برنجی 1/4 استفاده بکنید و کلا پنجراهتون رو کامل ببندید و از گیج استفاده نکنید. این هم مسلما یه گیج بخواد بخرید نزدیک شاید 200,000 تومانه، یه پلاک بخواد بخرید 10,000 تومانه، خزینه‌اش خیلی میاد پایین‌تر. اتوماتیک شما میتونید باز بکنید، قطعه داخلش اگه بخواید نگاه بکنید یه پلاتین داره. معمولا مهمترین قسمتش همین پلاتینشه. شما معمولا من دیدم که پلاتین رو میان جایگزین میکنن، یه پلاتین اتوماتیک دیگه رو برمیدارن، یه پلاتین جای این پلاتین میزنن، دوباره کار میکنه و کافیه مثلا از یه تعمیرگاه یه تیکه پلاتین بگیرید و جای پلاتین خود اتوماتیکتون بذارید، دوباره اتوماتیکتون به راحتی کار میکنه. پس این هزینه خیلی پایینتری داره واسه نگهداری و استفاده، ولی خرابی قطعات زیادی داره. اگه بخوایم نتیجه گیری کلی بکنیم به این صورت: اگر شما طبقه اول تا طبقه 4 هستید، از اتوماتیک‌های دیجیتالی استفاده بکنید. حالا ممکنه هر 3-4 سال یه بارم یه سرویس کلی داشته باشید یا اینکه یه اتوماتیک جدید بخرید و میارزه تقریبا یه همچین محدودیت زمانی که مثلا یه 3-4 سال
خوبه از نظر استفاده. ولی اگر شما زمین کشاورزی دارید یا اینکه طبقه های بالا دارید زندگی میکنید، طبقه ششم هفتم، یا اینکه چندین واحد دارن از یک پمپ استفاده میکنن، حتما باید از اتوماتیک های مخزنی استفاده بکنید. و اینکه اگر شما به دنبال یک اتوماتیک پرقدرت هستید، باید از اتوماتیک های مخزنی استفاده بکنید. ولی اتوماتیک های دیجیتالی معمولا خرابی کمتر و موارد استفاده بیشتری دارن و اگر حوصله تعمیر و اینجور چیزا ندارید، اتوماتیک های دیجیتالی رو انتخاب بکنید. در کل هر دوتاشون یک کاری رو انجام میدن. تنظیم اتوماتیک های مکانیکی یکم سخت‌تر از اتوماتیک های دیجیتالی هستش، چون 3 تا مهره داخلش هست و اون مهره ها رو باید هی باز و بسته بکنید تا اون فشار کلی خونه برای شما تنظیم بشه و یک تنظیم حساسیتی رو انجام بدید. در پایان اگر از این ویدیو خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک بکنید. در نظر داشته باشید که در خصوص تنظیم اتوماتیک های مخزنی و تنظیم اتوماتیک های دیجیتالی، هر دوتاشون داخل کانال موجوده. میتونید ویدیوی اونا رو هم مشاهده بکنید. خوب و خوش و سربلند و پیروز موفق باشید و بدرود.